این پرونده یه تفاوت خیلی بزرگ با بقیه پرونده‌ها داره. قاتل یه دختر 11 ساله است. داره، درست شنیدی، دختری به اسم مری بل که اون موقع تازه کلاس پنجم بود، ولی کاری کرد که حتی پلیس هم شوکه شده بودن. مری توی خانواده خیلی به هم ریخته به دنیا اومد. مامانش نه تنها براش مادری نمیکرد، بلکه از وقت کوچیک بود باش بدرفتاری میکرد. اونم از همون بچگی یاد گرفت که دنیا جای امنی نیست. میگن حتی چند بار سعی کرد از خونه فرار کنه، ولی برش گردوندن. همین اتفاق باعث شد یه چیزی ذهنش بشکنه، یه چیزی که بعداً خودش رو یه جور دیگه نشون داد. یه روز سال 1968 یه پسر کوچولوی 4 ساله به اسم مارتین براون رو پیدا کردن که توی ساختمون متروکه مرده بود. اول همه فکر کردن یه حادثه است، ولی بعد پلیس یه سری چیزای عجیب پیدا کرد. مری و دوستش همون اطراف پرسه می‌زدن و حتی برگشتن سر صحنه، انگار می‌خواست ببینه واکنش بقیه چیه. چند روز بعدش هم دوباره یه پسر بچه دیگه ناپدید شد به اسم برایان هو. اینجا دیگه همه چی لو رفت. آثار خفگی، بریدگی عجیب و حتی نشونه‌هایی از بازی مری با جسد. پلیسا بالاخره بهش رسیدن. وقتی مری رو گرفتن همه شوکه بودن. یه دختر 14 ساله مگه میشه؟ توی دادگاه گفتن مری از بچگی تحت آزار بوده و از نظر روانی سالم نیست. برای همین به جای قتل عمد به جرم قتل شبه عمد محکوم شد. سالها توی مرکز نگهداری نوجوانای بزهکار بود تا اینکه توی 23 سالگی آزادش کردن. حتی الانم با اسم هویت جدید زندگی میکنه و هیچ کس دقیق نمیدونه کجاست. خب رفقا، ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. فعلا.